درود بر شما بچه، خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل مستر بلک. امروز اومدیم بازی‌های فوتبالی و بچه نام کنید. من نمیدونم این چیه، جام جهانی، جام ملت‌های آسیا چیه، یه چیزی هستش و من میخوام همین اول کار بیارم جلوش. ما کلیم یا اونا؟ بچه نام کنید این آنلاین هم نیستش، مثل اینکه ما کلیم. بی تلفنه پس بازی میکنیم دیگه. در ادامه حالا میتونیم لاو مسی و کریستیانو رو برداریم. بچه میخوام ببینم این بازی واقعا در اون حد خفنش هستش یا نه. و بچه فکر کنم این مال بانوانش هم هستش. ما واسه هر ویدیو یه دور میزنیم بعد شروع میکنیم. اوه چی گرفت کی و نباشم. اوه اول که مثلا فرض کن گل به خودی بزنی. خیلی خوب بچه، واسه من یه ذره لگه ولی خب بازی میکنیم ما. اینم به خاطر اینه که من اینترنتم روشنه و اینا، برای همین دارم با اینترنت بازی رو استارت میکنم. و بچه حالا جدا از شوخی، واقعا من که از بازی خوشم آمدش. نمیدونم شما چطوریه، سلیقتون چطوریه واسه فوتبال، بازی فوتبالی؟ خدا بازمتون بچه ها، جام جهانی رو کی میبره؟ مسی یا رونالدو؟ تو کامنت ها بنویسید. من چی میگم؟ رونالدو، با اینکه هم مسی رو دوست دارم هم رونالدو، طرفدار دوتایشم، ولی میگم رونالدو چون مسی مطمئنم این دفعه نمیخواد دیگه جام جهانی رو ببره، چون حداقل یه بار قبلا 2022. یا به نظر تو بچه تیم ملی ایران با کدوم تیما وارد گروهی میشه تا بازی کنه؟ از نظر من میگم با تیما ضعیف میفته، چون تیم‌های ضعیف قراره بیشتر بیان توی جام جهانی. اونجایی که من دیدم از بازی مقدماتی فکر کنم اگه اشتباه نکنم که باید وارد جام جهانی بشن، توی اون بازی والا من که دیدم تیم‌های ضعیف بیشتر وارد جام جهانی میشن تا تیم‌های خفن قوی. ولی بچه شما الان میبینی که من گل نمیزنم به خاطر اینکه لایک بازی شدیده، با اینکه من این بازی چند روز پیش دانلودش کردم ولی نمیدونم چرا لگ داده. خیلی خب لی بوده بچه ناکن بازی کنه کلا همشون زرد کارتاشون زرد سو اوکی زرد همین خیلی یعنی بازیکن خفن و باحاله. حالا نظرتون بچه جام جهانی کی میبره؟ اگه بخوام بی طرفانه قضاوت کنیم، من میگم تیم‌های مثلا کرواسی انگلیس یا مثلا تیم اسپانیا فرانسه اینا میبرن. اگه بخوام خوشبختانه قضاوت کنم، رونالدو پرتغال میتونه این دفعه شانسش تکرار کنه، چون من نمیدونم جام جهانی بردن اصلا پرتغال یا نه. خیلی خوب بچه ها، الان ما ببینیم که لگ شدید داره عذاب میده منو و این لگ شدید به نفع من نیست. و بچه ها نام کنیم ما یه نمره هم به بازی میدیم، به خود بازی میدیم که ببینیم ارزش داره که شما هم دانلودش کنید و بگیرید بازیش کنید حال کنید یا نه. و فعلا واسه من که داره خوبه، اگه لگ نش خوب بود، چون گوشی من هم ممکنه یه ذره قدیمی اینا باشه ولی دلیل نمیشه این لگش داشته باشه.
بچه ها این سنگال هم چی قناه چی هست سنگال چی قناه سنگال سنگال هم خیلی خفیه. بچه ایشالا کورنر رو گل میکنین دیگه. بچه ها نظرتون بلاک پشت اینجا بهتر یا این ماشینه یا اصلا این جته؟ خب نظر شما کدوم بهتر؟ از نظر من که کلا هیچ کدوم. این اصلا این کنت مونتکیرستون کتاب خفنی که من هم تمامش نکردم، خیلی کتاب باحالیه. شما مثلا برید بخریدش و ببینیدش بخونیدش. خب بچه نیمه دوم که خراب کردیم، دو تا همش زدیم، سانگ و لی. چون بچه فوتبال بانوان فوتبال مردان نیستش. و بچه ما اصلا فکر نکنیم من اینا رو دانلود کردم بازی کنم و نه، از دانلود کردم ولی اصلا بازی نکردم. اولین بازی مثلا قبلا ها بود شده یه بازی بین همین هستش، من اون دانلود کردم بازی کردم از قبلا ها نه بچه و حالا بچه نام کنید این حرکت باحاله. دفاعی هم بودش که این حرکت رو زده شد. حالا خب بچه به نظر شما چطوره؟ این بازی واسه من 1 تا 20 ما نمره میدیم. 1 تا 20 به نظر من چون لگ داره، ولی خواستم اگه لگ نداشت من میگم همین 5. آره من قبل همین چیزم این هم من حالا مثلا 2-3 سال پیش یه بار بازیش کردم باحال بود، ولی مثلا الان نه. ولی فوتبال 24 خیلی قشنگه، یعنی من اونی که بازی کردم فوتبال 23 بود، یعنی ورژن قدیمی بودش و اون من توی همه گوشی ها ریخته بودم، گوشی همه هی شوت کن بیو نه شوت بود